میخوایم بررسی کنیم اسپرسویی که با آب شهری، آب تصفیه شده و یا آب معدنی آماده میشه چه تفاوتایی از لحاظ کیفیت و طعم با هم دیگه دارن. اول از همه آب شهری از نظر طعمی بد نیست، یه طعم آشنای همیشگی. مشکل این کار رسوبی است که به جا میذاره، شبیه همونی که در کتری هم هست و به مرور دستگاه رو خراب میکنه. گزینه دوم آب تصفیه خانگی. قهوه این آب طعم بسیار خوبی داشت و برای سالم موندن دستگاه عالیه. مشکل این روش عدم وجود اون در اغلب خونه هاست. و اما گزینه سوم آب معدنی، طعم این بسیار خوبه، طعمش از آب تصفیه شده هم حتی بهتره. بهترین گزینه در آبهای معدنی اونایی هستند که TDSی بین حدوداً 70 تا 180 دارن. اگر به قهوه احتیاج دارید، من تولید کننده قهوه هستم که باعث افتخار من و گروهمه که برای تامین اون در خدمت شما باشیم که میتونید به وبسایت من به نشانی www.unvan.coffee مراجعه کنید.